در مقام رئیس جمهوری هر جا که بشود صلح برقرار می‌کنم، اما اگر در هر جایی آمریکا تهدید شود الزاماً در برخورد با آن به خودم شک نمی‌دهم. برای همین بود که در ژوئن سال پیش در عملیات نفسگیر چکش نیمه شب ارتش ایالات متحده با حمله به خاک ایران برنامه سلاح‌های هسته‌ای ایران را نابود کرد. دهه‌ها سیاست ایالات متحده این بوده که اجازه ندهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. از 47 سال پیش که اینها کنترل آن کشور پرغرور را در دست گرفتند، این رژیم و نیروهای وابسته قاتل آنها به جز تروریسم و مرگ و نفرت چیزی صادر نکردند. آنها با بمب‌های کنار جاده‌ای هزاران سرباز آمریکایی، صدها هزار یا میلیون‌ها آدم را کشته و مجروح کردند. آنها پادشاه بمب‌های کنار جاده‌ای هستند. ما در دوره اول ریاست جمهوری من سلیمانی را کشتیم. او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. و همین اواخر آنها دست کم 32,000 معترض را در کشور خودشان کشتند. به آنها شلیک کردند و به دار آویختند. ما با تهدید جلوی اعدام‌های زیادی را گرفتیم. آدم‌های بدی هستند. آنها هم اکنون موفق به ساخت موشک‌هایی شدند که اروپا و پایگاه‌های ما در خارج از کشور را تهدید می‌کند. آنها مشغول ساخت موشک‌هایی هستند که به ایالات متحده برسد. بعد از چکش نیمه شب به آنها هشدار داده شد که برنامه تسلیحاتی خود را بازسازی نکنند، به خصوص سلاح‌های هسته‌ای را نسازند. با این حال این کار را کردند. ما از بین بردیم و دوباره شروع کردند و همکنون دوباره بلند پروازی‌های خود در زمینه برنامه هسته‌ای شیطانیشان را از سر گرفتند. ما با آنها در حال مذاکره هستیم و آنها توافق می‌خواهند، اما ما این کلمات مقدس را نشنیده ایم که بگویند ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. ترجیح من این است که مشکل آنها با دیپلماسی حل شود، اما از یک چیز مطمئنم: من هیچ وقت اجازه نمی دهم که بزرگترین حامی ترور در جهان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.